توی درس امروز میخوایم به روابط ترمودینامیکی بپردازیم، به اینکه کمیت‌های ترمودینامیکی چه روابطی با هم دارن. روابط ترمودینامیکی. خب از یک بحث ریاضی شروع میکنیم و بعد از این بحث استفاده خواهیم کرد برای گسترش روابطی که بین کمیات برقرار است. یادآوری. فرض کنید من یک تابع دارم مثل تابع Z که تابع X و Y هست. خب اگر بخوام دی Z رو حساب بکنم باید بگم روند Z به روند X در Y ثابت دی X به اضافه روند Z به روند Y در X ثابت دی Y. خب حالا فرض بکنید که من این رو اسمشو بذارم M و اسم این رو بذارم N. اون وقت روند M به روند Y در X ثابت برابر خواهد بود با روند M به روند Y میشه روندوی Z به روند X روند Y. بیایم روند N به روند X در Y ثابت رو حساب بکنیم. روند N به روند X در Y ثابت، اگر از N نسبت به X مشتق بگیرم مثل حالت قبل میشه روندوی Z روند X روند Y. جمع‌بندی بکنم. فرض بکنید من داشته باشم دی Z برابر است با M دی X به اضافه N دی Y. اون وقت میتونیم بگیم روند M به روند Y در X ثابت. ببینید چطور دارم حساب میکنم. روند M به روند Y در X ثابت برابر است با روند N به روند X در Y ثابت. روند N به روند X در Y ثابت. این به عنوان یک قاعده ریاضی یا یک اصل ریاضی یا یک رابطه ریاضی مبنای کار ما خواهد بود در گسترش روابط ترمودینامیکی. خب همینجا یادآوری رو جمع بکنم. برای یک جرم کنترل، جرم کنترل منظور سیستم، برای یک سیستم بسته، سیستمی که تبادل جرم با محیط نداشته باشه، تبادل انرژی داشته باشه ولی تبادل جرم نداشته باشه. برای یک جرم کنترل یا سیستم بسته
تراکم پذیر ساده با ترکیب شیمیایی ثابت روابط حاکم، روابط ترمودینامیکی حاکم عبارتند از چند تا رابطه هست که الان با هم بررسیشون میکنیم. یکی روابط گیبزه، روابط گیبز 4 تا رابطه است. یکی میگه دی یو برابر است با تی دی اس منهای پ دی و. نه همه با حروف کوچیک هم. دی اچ برابر است با ت دی اس به اضافه و دی و. دی ای برابر است با منهای اس دی ت منهای پ دی و. دی جی برابر است با منهای اس دی ت به اضافه و دی و. خب دو تا کمیت جدید اینجا معرفی شده A و G، اینا رو تعریف بکنم. A تابع هلمهولتزه که تعریف میشه U منهای TS. G تابع گیبزه تابع گیبز تعریف میشه H منهای TS. دو تا تابع است که فقط شما اسمشو بشنوید یا به تشخیص بدید کافیه. کاربردشون فعلا نیازی نیست نگران باشید. 4 تا رابطه دیگه داریم تحت عنوان روابط ماکسول. روابط ماکسول اینان: روند T به روند V در S ثابت برابر است با منهای روند P به روند S در V ثابت. روند T به روند P در S ثابت برابر است با روند V به روند S در P ثابت. روند S به روند V در T ثابت برابر است با روند P به روند T در V ثابت. و رابطه آخر
منهای روند S به روند P در T ثابت برابر است با روند V به روند T در P ثابت. خب این 8 تا رابطه رو باید حفظ باشید. حالا بهتون خواهم گفت چطور اون رو حفظ بکنید، ولی ببینیم کاربرد این روابط در چی. ببینید ما کمیات ترمودینامیکی متفاوتی داریم: دما، فشار، حجم، آنتالپی، انتروپی که هنوز یاد نگرفتید، تابع هلمهولتز، تابع گیبز و الی آخر. خب بعضی از کمیات خیلی راحت قابل اندازه‌گیری هستند، مثل دما، مثل فشار، مثل حجم. بعضی از این کمیات راحت نمیشه اندازه‌گیریشون کرد، مثل انتروپی که شما هنوز باهاش آشنایی ندارید. خب این روابط خصوصا روابط ماکسول میتونن تغییرات کمیاتی که اندازه‌گیریشون سخته رو بر حسب تغییرات کمیاتی که راحت میشه اندازه‌گیری کرد بیان بکنن. مثلا این دو تا رابطه آخر اگر نگاه بکنید، تغییرات S را انتروپیه بر حسب دما، فشار و حجم بیان میکنه و این خیلی ارزشمنده، خصوصا زمانی که دارید جدول میسازید. حالا شما فعلا مصرف کننده جدول هستید، از جداول کار کتابتون استفاده میکنید، ولی کسانی که جدول میسازن برای شرایط مختلف خیلی راحت میتونن از این روابط استفاده بکنن و مثلا تغییرات انتروپی رو بر حسب تغییرات حجم در دمای ثابت به کمک تغییرات فشار، دما در حجم ثابت اندازه‌گیری بکنید. خب اینو فعلا داشته باشید. اما چطور میشه این روابط رو حفظ کرد؟ این رابطه بالا، این رابطه‌ای که این بالا اینجا زرد نوشتم، این کمک میکنه که شما با یادگیری این 4 تا روابط گیبز بتونید روابط ماکسول رو به دست بیارید. ببینیم روابط ماکسول چطور. این قاعده رو یادتون باشه: دی Z برابر بود با M دی X به اضافه N دی Y. بعد گفتم روند M به روند Y در X ثابت برابر است با روند N به روند X در Y ثابت. حالا یکی از این روابط رو در نظر بگیرید، مثلا اینو در نظر بگیرید، مثل همونه، مثل همون رابطه بالاست. من اینجا میتونم بگم روند T به روند V در S ثابت. بنویسم روند T به روند V در S ثابت. از اون بعد بگم روند این عبارت منهای پی که حالا منهاش میاد بیرون به روند S در V ثابت برابر است منهای روند P به روند S در V ثابت. این میشه یه رابطه و این رابطه دقیقا همین رابطه است. این دقیقا همین رابطه است. بنابراین اگر شما این 4 تا روابط گیبز رو یاد بگیرید، به کمک این قاعده‌ای که این بالا گفتم میتونید از اون 4 تا رابطه گیبز 4 تا رابطه ماکسول رو ایجاد بکنید. اما یه روش دیگه هم هست برای یادگیری راحت‌تر این روابط که این روش داخل کتابتون نیست. اون رو با هم اینجا مرور بکنید.
یک مربعی هست تحت عنوان مربع ترمودینامیکی. من اگر این مربع رو بکشم بعد میتونم روش اون 8 تا رابطه رو استخراج بکنم. گوشه هاش به ترتیب S, V, T و P و ضلعاش U, A, G و H. قطر هم ترسیم میشه، یکی از S به T و یکی از P به V. قطر جهت دارن، از S به T این جهت این قطر، از P به V این هم جهت این قطر. پس اینجا این جهت اهمیت داره. حالا میشه اینطوری نوشت: دی یک ول برابر است با گوشه مقابل دی گوشه مجاور به اضافه دوباره همین گوشه مقابل دی گوشه مجاور. یه قرارداد علامت هم داریم. اگر از گوشه قرارداد علامت برای گوشه مقابله. اگر از گوشه مقابل ما خارج شدیم منفی، اگه به گوشه مقابل داشتیم وارد می شدیم میشه مثبت. حالا با هم ببینیم این قواعد رو. یک ضلع رو انتخاب بکنیم. من بذارید از این یک کپی بگیرم. خب یک ضلع رو انتخاب بکنیم. من مثلا یو رو انتخاب میکنم. این میشه ضلعم. گوشه مقابل یکی پی هست، یکی تی هست. گوشه مجاور یکی و هست و یکی اس. خب میگم دی یو گوشه مقابل به مجاور پ دی و ت دی اس. حالا علامت از پ خارج شده، قطر از پ خارج شده منفی، به ت وارد شده مثبت. این همین رابطه این که اینجا داشتیم ت دی اس منهای پ دی و. حالا ما اونجا منهای پ دی و به ت دی اس رو نوشتیم.
یکی دیگه امتحان بکنیم. مثلا اش رو در نظر بگیرید. گوشه های مقابلش T و V هستن، میشه TDS و VDP. حالا به T وارد شده مثبت، به V وارد شده مثبت. یکی دیگه G رو در نظر بگیرید، دی G. خب اگه من G رو به عنوان زل در نظر بگیرم، مقابلاش میشه S و V، میشه S دی T و V دی P. به V داره وارد میشه مثبت، از S داره خارج میشه منفی. دی A رو در نظر بگیریم، گوشه های مقابلش F و P هستن، میشه P دی V و S دی T. از هر دو خارج شده منفی. این شد 4 تا رابطه اول. روابط گیبز رو اینجوری به دست آوردیم. خب حالا یک کاربرد دیگه هم داره. اون کاربرد دیگه هم این رو کاربرد دیگه این به اصطلاح مربع ترمودینامیک رو هم بگم. ببینید شما در این مربع ساختارهای مشابه این رو باید پیدا بکنید. خب حالا من فرض کنید این رو بذارم A، این رو بذارم B، این رو بذارم C و این رو بذارم D. خب قاعده‌ای که برای این شکل قابل استخراج هست اینه که روند A به روند B در C ثابت برابر است با روند D به روند C در B ثابت. قرارداد علامت هم برای این دوتا لحاظ خواهد شد، همون قرارداد علامت قبلی. اگر وارد میشد مثبت، اگر خارج میشد منفی. با هم یه نمونه رو در نظر بگیریم. ببینید من این شکل رو، این خط رو اینجا در نظر بگیرم. خب میگم روند S به روند P در T ثابت. روند S به روند P در T ثابت برابر است با روند V به روند T در P ثابت. حالا علامت ها از S خارج شده منفی، به V وارد شده مثبت. این همین رابطه است. عملا با این کار میتونید شما روابط ماکسول رو استخراج بکنید. یه مثال دیگه. این قسمت رو در نظر بگیرید. خب میتونم بگم روند S به روند V در T ثابت برابر است با روند P به روند T در V ثابت.
علامت ها از هر دو خارج شده منفی، که البته منفی از طرفین خط میخوره، میتونیم به صورت ننویسیم منفی ها رو، چون هر دو از طرفین خط بخوره حاصل مثبت خواهد بود. خب این مربع روابط ترمودینامیکی در حقیقت جایگزین حفظ کردن 8 تا رابطه خواهد بود. من بیشتر از این نمیخوام روش وقت بذارم، بخاطر که داخل کتابتون نیست، فقط کمک میکنه که شما روابط رو راحت‌تر حفظ بکنید. بریم سراغ معادله کلاپیرون. کلاپیرون دو تا معادله هست، یکی معادله کلاپیرون هست، یکی معادله کلاپیرون کلازیوس هست، که چون معادله کلاپیرون کلازیوس مورد خاصیه که برای فشارهای خیلی پایین هست، اون رو فعلا نمیگم. همین معادله کلاپیرون رو با هم یاد بگیریم. معادله کلاپیرون از یه رابطه ماکسول شروع میشه. داریم روند P به روند T در V ثابت برابر است با روند F به روند V در T ثابت. خب این برای تمام سیستم های تراکم پذیر ساده با ترکیب شیمیایی یک نواخت برقرار. خب میام این رو در یک شرایط خاص بررسی میکنیم. در شرایط تعادلی، یعنی در حقیقت زیر گنبد در ناحیه دو فازی. در ناحیه تعادلی فشار اشباع فقط تابع از دمای اشباع. اینجا که داریم روند پی به روند تی، در ناحیه تعادلی پی سطح فقط تابع است از دما، به هم وابستن دیگه. بنابراین من میتونم به جای روند بی به روند تی در و ثابت دی پی به دی تی سطح رو بذارم و بعد اگر انتگرال بگیرم از این رابطه به این نتیجه خواهم رسید که SG منهای SF برابر است با دی پی سطح به دی تی سطح در وی جی منهای وی اف. خب ببینید چطوری به دست میاد. این رابطه رو نگاه بکنید. به جای روند پی به روند تی در و ثابت میذارم دی پی سطح به دی تی. خب چون در ناحیه تعادلی فشار تنها تابع از دما ثابت است. بعد اینجا رو طرف وسط این بکنم، دمام که ثابت دیگه، روند وی میاد ضریب این قرار میگیره، اینجا روند اف باقی میمونه. از طرفین انتگرال بگیرم میشه S2 منهای S1 روند پی به روند تی در V2 منهای V1. در ناحیه تعادلی دارم انتگرال حضور دارم انتگرال میگیرم، پس به دورترین نقطه دو من میتونه نقطه حالت بخار اشباع باشه و دورترین نقطه یک من میتونه نقطه مایع اشباع باشه. یعنی عملا بیشترین محدوده کران انتگرال گیری من جی و اف خواهد. این معادله به دست میاد. این رو به صورت دیگه می نویسن، میگن دی پی سچوریتد به دی تی سچوریتد برابر است با SFG به VFG.
این یکی از معادلات کلاپیرونه. خب ببینیم یعنی چی این رابطه، یعنی چی. این جدول آب اشباع هست که بر حسب فشار مرتب شده. من یک ردیف از این رو بردارم ببینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد. خب من ستونها رو بنویسم که چی بود که آوردیمش. این پی سطح بود، این تی سطح بود، این وی اف، این وی جیه، این یو اف، این یو اف جیه، این یو جیه، این اچ اف، این اچ اف جیه، این اچ جیه، این اس اف، این اس اف جیه و این اس جی خواهد. خب فرض بکنید من این عدد رو ندارم، اس اف جی رو میخوام به دست بیارم. خب این عدد مورد سواله، اس اف جی رو نداریم. میخوام با کمک خواصی که قابل اندازه‌گیری هستن اس اف جی رو به دست بیارم. اس اف جی در حقیقت تغییرات انتروپی از حالت بخار اشباع و مایع اشباع هست. هنوز انتروپی رو با انتروپی دیگه آشنا هستید به اندازه کافی. محاسبه انتروپی کار راحتی نیست دیگه. محاسبه انتروپی باید یک فرایند بازگشت پذیری در حقیقت بین دو حالت در نظر گرفته بشه، از میزان انتقال حرارت به روی دمای مرد انتگرال گرفته بشه. کار راحتی نیست. خب میخوام این مقدار رو بر اساس کمیات قابل اندازه‌گیری به دست بیارم. خب میگم این ردیفی که ندارم مال چه ردیفیه؟ مال ردیف 25 درجه است. میام دی پ به دی ت رو در اینجا به دست میارم. دی پ سطح به دی ت سطح در دمای 25 درجه رو به دست بیارم. چطور به دست بیارم؟ میتونم بگم که خب از دمای بعد و قبلش استفاده بکنم. در فشار بعدی سیه، بگم اینجا سی، فشار قبلی 20، سی منهای 20 این کیلوپاسکاله و این پایین هم دماهاشون 69 ممیز 09 منهای 60 ممیز 06. ببینیم چند میشه. خب میشه 10 تقسیم بر تقریبا 9 میشه 1 و 1 دهم. حالا از معادل کلاپیرون استفاده میکنم. معادل کلاپیرون میگه دی پ به دی ت سطح برابر است با اس اف جی در وی اف جی. من تا اینجا این رو به دست آوردم 1 و 1 دهم. وی اف جی میشه وی جی منهای وی اف، حجم مخصوص در حالت بخار اشباع منهای حجم مخصوص در حالت مایع اشباع. این وی جی من، اینم وی اف من. حساب بکنیم. حالا میشه تقریبا 6 و 2 دهم.
تقریبی فعلا حساب بکنم، میشه 6 و 2 دهم. پس SFG من برابر خواهد بود با 1 و 1 دهم ضرب در 6 و 2 دهم. به دست میاد 1 و 1 دهم ضرب در 6 و 2 دهم میشه تقریبا 6.82 کیلوجول بر کیلوگرم کلوین. این کیلوجول به خاطر فشار که کیلو پاسکال هست به دست میاد. پس ما در آوردیم 6.82. این معادل کلافیرون. حالا ببینیم جدول چی میگفته. 6.93 که با اون عددی که ما به دست آوردیم در حقیقت تقریب خیلی خوبی داره. 6.82 6.93. خب یه معادله دیگه هم داره کلاپیرون، اون رو هم اینجا بگیم. این دفعه میخوام HFG رو به دست بیارم. فرض کنید این رو هم نداریم، میخوایم به دست بیاریم. معادله دوم کلاپیرون رو هم اینجا بگم. داریم توی روابط گیبس DH برابر است با TDS به اضافه VDP. TDS به اضافه VDP. خب در شرایط تعادلی، یعنی از این نقطه میخوایم بیایم به این نقطه تو این مسیر، در شرایط تعادلی فشار ثابته. فشار در طول فرایند تغییر فاز ثابت است. یعنی اولا DP حذف میشه. خب بنابراین DP صفره. از اینجا نتیجه میگیریم که DH برابر خواهد بود با TDS که اگر از این انتگرال بگیریم HFG برابر خواهد بود با T saturated دمای سطح دیگه T saturated در SFG. این معادله دوم کلاپیرون هست. خب اگر این رو با رابطه قبلی ترکیب بکنیم، در رابطه قبلی داشتیم دی پی سطح به دی تی سطح برابر است با SFG در VFG. خب اینا رو با هم ترکیب بکنیم به رابطه جدید میرسیم که این رابطه به این صورت خواهد بود: دی پی سطح به دی تی سطح برابر است با HFG به روی T VFG. مثالش حل بکنیم. و دمای 25 درجه بود جدولی که داشتیم می‌خوندیم. آره. در دمای 25 درجه سلسیوس برای آب دی پی به دی پی سطح
دی تی 100 تقریبا بود 1.1. وی اف جی تقریبا بود 6.2. بنابراین اچ اف جی برابر خواهد بود با 1.1 ضرب در 6.2 ضرب در تی 100. ضرب بکنم ببینم چند در میاد. 1.1 ضرب در 6.2 و ضرب در دما میشه 2032 ممیز 36. فقط دقت بکنید دمایی که دارید اینجا قرار میدید باید بر حسب کلوین باشه. بر حسب کلوین. شما دما نمیتونید بر حسب سلسیوس بذارید. در آوردیم 2032. ببینیم اینجا چند بوده؟ اینجا 2300 بوده. یه مقدار اختلاف داره. خب به حال رابطه تقریبی هست. خب حالا درسته که ما دی یو رو تونستیم بر حسب در حقیقت تغییرات S و تغییرات P بیان بکنیم. گفتیم دی یو برابر است با تی دی اس به اضافه و دی P. اما معمولا یو رو اگر بخوان تغییراتش اندازه گیری بکنن میان و به کمک کمیاتی که قابل اندازه گیری باشه محاسبهش میکنن. مثلا یو رو بر حسب تی و وی اگر بخوایم مرتب کنیم راحت تر خواهیم تونست تغییرات یو رو حساب بکنیم. ببینید رابطه گیبز میگه که دی یو برابر است با تی دی اس به اضافه و دی پی. یعنی تغییرات یو رو بر حسب تغییرات انتروپی و تغییرات فشار بیان میکنه. خب تغییرات اس رو به این راحتی نمیشه اندازه گیری کرد. اومدن و به کمک یک همون ترکیبی از این روابط یو رو بر حسب تی و وی بیان کردن. حالا من یک نمونهش رو اینجا میگم. مثلا اگه من بخوام یو رو بر حسب تی و وی بیان بکنم اون وقت میتونم بگم دی یو برابر است با روند یو به روند تی در وی ثابت دی تی به اضافه روند یو به روند وی در تی ثابت دی وی. خب حالا این بحث روابط ترمودینامیکی رو هم مربعش رو اینجا بذارم. U A G H S V T P این جهت ها. خب میشه استفاده کرد از روابط. من برای همین U بنویسم تی دی یو برابر است با تی دی اس منهای به اضافه منهای پی دی و. اینجا من اشتباه نوشتم، خواهی میکنم تی دی اس منهای پی دی و. اشتباه دارم.
TDS منهای PDB. خب حالا اینجا میتونم بگم از طرفین نسبت به و اگر دیفرانسیل بگیرم میتونم بگم روند U از این دارم روند U به روند و این انتگرال در این مشتق رو در ت ثابت در نظر بگیرم. این ت رو فرض کنم ثابت باشه، میشه منهای پ مشتق این به اضافه ت روند S به روند V ت ثابت. حالا باز روند S به روند V در ت ثابت، روند S به روند V در ت ثابت. نکنید دارم این خط رو بررسی میکنم. روند S به روند V در ت ثابت برابر است با روند P به روند T در V ثابت برابر است با روند P به روند T در V ثابت. از هر دو داره خارج میشه، از هر دو باید منفی بذارم که منفی با هم ختم میکنه. اینجا بذارم منفی منفی بعد طرفین رو منفی ضرب بکنم میشه مثبت مثبت. پس به جای این عبارت میتونم بذارم روند P به روند T در V ثابت. روند U به روند V در T ثابت برابر خواهد بود با منهای P به اضافه روند P به روند T در V ثابت. این میشه در حقیقت این عبارت روند U به روند V در T ثابت. این هم که میشه 3V روند U به روند T در V ثابت هم که میشه 3V. بنابراین میتونم بگم U برابر است با 3V DT به اضافه روند P به روند T در V ثابت منهای P DV. و بعد از این رابطه انتگرال بگیرم که انتگرال گرفته اون به این صورت خواهد بود. U2 منهای U1 برابر است با انتگرال از T1 تا T2 CV دی T به اضافه انتگرال از V1 تا V2 روند منهای روند P ببخشید T در روند P به روند V T روند P به روند T در V ثابت منهای P دی V. خب من اینجا ببینم که چیزی رو اشتباه کردم. اینجا وقتی مشتق میگیریم اینجا یه تی هم داره دیگه، این تی اینجا جا موند. شما از اینکه مشتق بگیرید در تی ثابت دارید مشتق میگیرید، یه تی اینجا دارید. مشتق روند S به روند V من در تی ثابت رو نوشتم، خود تی رو ننوشته بودم، این تیشو اینجا گذاشتم. بنابراین اینجا یک تی ظاهر میشه و در اینجا هم یک تی ظاهر میشه.
T روند P به روند T در V ثابت. خب شما عملا مسیر استخراج این روابط رو که این بالا من به دست آوردم رو نیاز نیست یاد بگیرید. شما فقط این رابطه پایینی رو باید یاد بگیرید. این رابطه پایین رابطه مهم. این رابطه مهمه. همینطور برای H و S هم میشه روابطی رو به دست آورد. اونا رو هم بنویسم. میتونم بگم H2 منهای H1 برابر است با انتگرال از T1 تا T2 سپ دیت به اضافه انتگرال از P1 تا P2 کروشپالت و منهای T روند و به روند T در پی ثابت دی پی. البته یه رابطه دیگه هم داریم طبق تعریف آنتالپی یا انتالپی که H برابر است با U به اضافه PV. میتونم بگم H2 منهای H1 برابر است با U2 منهای U1 U2 منهای U1 به اضافه P2 V2 منهای P1 V1. برای انتروپی اگر این رابطه رو بنویسیم S2 منهای S1. انتروپی دو تا رابطه داره. میتونیم بر حسب CV بنویسیم از T1 تا T2 CV به T دی T به اضافه انتگرال از V1 تا V2 و حجم مخصوص هم دیگه روند P به روند T در وی ثابت دی و یا میتونیم بر حسب CP بنویسیم CP به T دی T منهای انتگرال از P1 تا P2 روند و به روند T در پی ثابت دی پی. بید ما در فصل روابط ترمودینامیکی هستیم. قراره فقط روابط های مختلف رو با هم مرور بکنیم. هرچند که مثلا خواهم گفت ببینید که تو این روابط رو داریم استفاده میکنیم ولی تعجب نکنید که فقط داریم رابطه می‌نویسیم. بحثمون فصلمون تحت عنوان روابط ترمودینامیکی است. روابط رو ادامه بدیم برای ظرفیت گرمای ویژن. CP منهای CV برابر است با
T روند V به روند T در P ثابت ضرب در روند P به روند T در V ثابت یا برابر است با منهای T روند V به روند T. نه این رو اینجوری ننویسم به کمک روابط به کمک دو تا تعریف رابطه ساده ترش رو بنویسم. برابر است با V T بتا به توان 2 تقسیم بر آلفا که باز آلفا و بتا رو تعریف میکنیم. آلفا کامپرسیبیلیتی هست، ضریب تراکم پذیری دما ثابت که تعریفش به این صورت منهای 1 ویوم روند V به روند P در T ثابت. ایزوترمال کامپرسیبیلیتی بتا برابر است با ضریب انبساط حجمی که به این صورت تعریف میشه 1 وم روند V به روند T در P ثابت. ببینید هر دو وابسته به حجم مخصوصه، منتها یکی تغییرات در فشار ثابته، یکی تغییرات در دمای ثابته. خب این همواره آلفا همواره عدد بزرگتر از صفره، هیچ وقت منفی نمیشه، ولی بتا میتونه مثبت یا منفی باشه. میتواند مثبت یا منفی باشه. مثلا برای آب منفیه، شما یخ در حقیقت حجم مخصوصش بیشتر از آب هست که میاد روی آب قرار میگیره. این هم ضریب انبساط حجمی بود. ولوم اکسپنسیویتی یک مثال حل بکنیم تا همینجا و بعد مثال. در محدوده خاصی از فشارها و درجه حرارتها رابطه‌ای داریم که V برابر است با حجم مخصوص برابر است با RT به روی P منهای C تقسیم بر T به توان 3. این یه معادله حالت تجربی، معادله حالت که در اون C یه ثابت عددی، یه ثابت بنویسیم. حالا عددی شاید اینجا زیاد معنی نداشته باشه، وابسته به ماده باشه، یه ثابت باشه. خب میخوام ببینیم که برای یک فرایند دما ثابت تغییرات انتروپی و تغییرات آنتالپی به چه صورت خواهند بود. پس بنویسم اگر این تغییرات انتروپی و انتالپی در یک فرایند دما ثابت
بیاد. خب از روابط دفعه قبل میخوام استفاده بکنم. از این روابط میخوام استفاده بکنم. اول از تغییرات H استفاده بکنیم. خب فرایند دما ثابته. چون فرایند دما ثابته پس این میشه 3. این ترم در حقیقت تأثیری نخواهد داشت. اینجا دارم و منهای ت در روند و به روند ت در پ ثابت. من اول از این رابطه بیام روند و به روند ت در پ ثابت رو حساب بکنم. روند و به روند ت در پ ثابت نسبت به ت دارم مشتق میگیرم، برابر است با آر پیوم منهای سی. این هست تی به توان منهای 3 منفی در منفی میشه مثبت، میشه مثبت 3 سی تی به توان منهای 4 یا تی به توان 4 در مخرج. میشه روند وی به روند تی در پی حساب. حالا جایگذاری پس تا اینجا شد 0 به اضافه انتگرال از P1 تا P2 خود V از بالا جایگذاری میکنم. RT به روی P منهای CT3 RT به روی P منهای C به روی T به توان 3. این در حقیقت اینه. خب حالا منهای T ضرب داره روند V به روند T در P ثابت رو اینجا حساب کردیم. آرپیوم به اضافه 3C به روی T به توان 4 همه اینها DP. خب RTP این با این خط میخوره، با این حاصل ضرب خط میخوره. این منفی تی در این میشه منهای 3T3، اینم منهای CT3 میشه منهای 4CT3. بنابراین برابر خواهد بود با انتگرال از P1 تا P2 در منهای 4 CT3 دی P اون برابر میشه با P2 منهای P1 ضرب در منهای 4C T به توان. این C با G اشتباه شد. این میشه تغییرات آنتالپی. این بخش اول سوال. بریم سراغ بخش دوم. تغییرات انتروپی رو میخواد. برای تغییرات انتروپی باید از یکی از این دو رابطه استفاده بکنم. خب یکی از این روابط، این رابطه از P نسبت به T مشتق میگیره، رابطه پایینی از V به T مشتق میگیره. چون من
معادله حالتی که دارم بر حسب و هست و خب راحت تره که از و مشتق بگیرم، پس از این رابطه استفاده میکنم. S2 منهای S1 برابر از پایین. خب فرایند دما ثابته میشه صفر. فرایند دما ثابت. این رو حساب بکنم. روند V به روند T در پی ثابت برابر است. خود معادلمون چی بود؟ معادلمون این بود. خب داریم مشتق میگیریم. RT اینجا میشه P به توان منهای 1 میشه منهای RT به روی P2 یه لحظه اجازه بدید ببینم که دارم نسبت به T مشتق میگیرم، اشتباه نسبت به P مشتق گرفتم. ببخشید، نسبت به T روند V به روند T رو داره. خب نسبت به T میشه RPM و این یکی میشه من مثبت 3C به روی T به توان 4. مثال اول بنابراین S2 منهای S1 برابر خواهد بود با 0 منهای انتگرال از P1 تا P2 RPM به اضافه 3C به روی T به توان 4 دقیق برابر است با منهای انتگرال RPM که میشه RLNP و انتگرال 3C T4 هم میشه به اضافه 3C به روی T4 در P از P2 تا P1 برابر است با منهای R ln P2 به P1 منهای 3C به روی T به توان 4 در P2 منهای P1. این 4 و اینجا هم RLN P2 به P1 هست. این هم میشه در حقیقت S2 منهای S1 قسمت دوم سوال. خب
حالا بگم در مثال قبل تغییرات انرژی داخلی را بیاد، یعنی داره همین فرایند دما ثابت این دفعه تغییرات انرژی داخلی رو پیدا بکنه. ببینید دو تا راه هست. یکی من بیام از این رابطه استفاده بکنم. خب این رابطه من باید رابطه‌ای که الان و بر حسب و هست، این رابطه الان بر حسب و رو بر حسب و بیان شده. من اینجا چون مشتق پ به ت دارم، اول باید بیام تو این رابطه پ رو استخراج بکنم، بعد از اون رابطه‌ای که به دست میارم باز نسبت به ت مشتق بگیرم و ادامه مسیر، یا اینکه از این رابطه استفاده بکنیم h2 منهای h1 برابر است با u2 منهای u1 به اضافه p2 v2 منهای p1 v1، یا به عبارتی u2 منهای u1 بگم u2 منهای u1 برابر است با h2 منهای h1 منهای p2 v2 منهای p1 v1 که خب این رو از بالا به دست آوردیم، در بالا به دست آوردیم. در صفحه قبل ببخشید، می‌ذارم تو همین صفحه. این هم که بر حسب معادل حالت میشه جایگذاری کرد. اینا هم بر حسب معادله و برابر است با RT به روی P منهای 3 به روی T3 میتوان جایگذاری و در نهایت U2 منهای U1 خیلی راحت محاسبه خواهد شد. خب در رابطه با ضریب ژول تامسون هم یه بحث کوتاه داشته باشیم. ضریب ژول تامسون که با موی JT نشونش میدن، در حقیقت عبارت است با روند T به روند P در H ثابت. تغییرات دما بر حسب تغییرات فشار در یک فرایند انتروپی ثابت. این کجا اهمیت داره؟ توی مباحث تبرید در شیر اختناق ما یه فرایند آنتالپی ثابت داریم که داره تغییرات فشار رو تجربه میکنه. فرض بکنید که من اینجا T رو داشته باشم، اینجا P رو داشته باشم و اینجا یه خط H ثابت باشه.
خب اگر نگاه بکنید در بخشی از این مسیر این طرف روند تی به روند پیس در اچ ثابت مثبته، در بخشی روند تی به روند پی در اچ ثابت منفی. خب اون ناحیه‌ای که مثبته برای سیکل تبرید مناسبه. این ناحیه برای سیکل تبرید مناسب است. چرا؟ چون ما در سیکل تبرید اگر خاطرتون باشه این دیاگرام رو اگر من بکشم، دیاگرام TS رو اگر بکشم، سیکل تبریدمون به این صورت بود. از اینجا می اومد بالا، می اومد اینجا، می اومد اینجا. از اینجا ما فرایند شیر اختناق رو داشتیم و ادامه مسیر 1 2 3 و 4. اینجا شیر اختناق بود که فرایند اچ ثابت. بعد ما انتظار داریم فرایند اچ ثابت، ما انتظار داریم که با کاهش فشار دما کاهش پیدا بکنه. انتظار داریم با کاهش فشار دما کاهش یابد. این یعنی اینکه انتظار داریم روند تی به روند پی در اچ ثابت یک عدد مثبت باشد. وقتی مثبت باشه این تغییرات تی و تغییرات فشار با هم علامت هستند. اگر فشار کم بشه دما کم بشه و بله. خب پس این ناحیه برای ما مناسب است. حالا یک رابطه هم کتابتون گفته، من اون رو بنویسم. ضریب جول تامسون برابر خواهد بود با منهای 1 به روی تی پی حجم مخصوص منهای تی روند وی به روند تی در پی ثابت. این رابطه، این ضریب برای گاز ایدئال صفره. یعنی شما تو این رابطه از معادل حالت استفاده بکنید، ضریب جول تامسون رو برابر با 0 به دست خواهید آورد. خب حالا ببینیم چطور میشه از این روابط استفاده کرد. ببینید من یکی از روابط رو اینجا بنویسم. روش استفاده از روابط عمومی. من یک نمونه رو اینجا بنویسم. مثلا داریم
h2 منهای h1 برابر است با انتگرال t1 تا t2 cp دی t به اضافه انتگرال p1 تا p2 و منهای ت رونده و به رونده ت در پی ثابت دی. خب چون خواص ترمودینامیکی مستقل از مسیرند، من میتونم مسیر دلخواهی رو برای تعیین این تغییرات خواص لحاظ بکنم. فرض کنید دیاگرام TS باشه و میخوام از نقطه 1 به نقطه 2 برم و در این مسیر h2 منهای h1 رو به دست بیارم. مسیری که طراحی میکنم به این صورته. اول به صورت دما ثابت میام تا نقطه 1 استار. بعد از 1 استار در یک فرایند در حقیقت فشار پایین، اینجا پ داره به سمت 0 میل میکنه، میام تا نقطه 2 استار. و بعد از 2 استار طی فرایند دما ثابت میرسم به نقطه 2. پس ما یه فرایند دما ثابت داریم، یه فرایند با فشار نزدیک به 0 و یک فرایند دما ثابت. اون وقت میتونم بگم که h2 منهای h1 برابر است با h2 منهای h2 استار به اضافه h2 استار منهای h1 استار به اضافه h1 استار منهای h1. خب این انتگرالی که من این بالا دارم توی این مسیرها ساده خواهد شد. مثلا وقتی فرایند دما ثابت باشه انتگرال اول ظاهر نمیشه. توی 2 تا 2 استار و توی 1 تا 1 استار این انتگرال اول ظاهر نمیشه. وقتی که فشار به سمت 0 میل بکنه رفتار گاز مثل رفتار گاز ایدئال خواهد بود. توی این مسیر رفتار گاز همانند رفتار گاز ایدئال خواهد بود. میتونم از روابط گاز ایدئال استفاده بکنم و این قسمت از مسیر رو محاسبه بکنم. پس ما این رو از روابط گاز ایدئال، این دوتا رو میشه از جدول حساب کرد، از دیاگرام باشه، از نمودار. حالا چطور؟ مثل تراکم پذیری اگر خاطرتون باشه یادآوری
ما داشتیم PV برابر است با ZRT که این ضریب تراکم پذیری بود و برای اون از نمودار استفاده میکردیم. یک TR رو معرفی میکردیم، دمای کاهیده رو معرفی میکردیم و یه PA پی به روی پی کریتیکال. بعد میرفتیم رو نمودار. خب مشابه همین در موارد H منهای H استار، U منهای U استار و این گونه روابط وجود داره، روابط دما ثابت وجود داره. بذارید من بنویسم روابطش رو، بعد دیاگرامش رو با هم خواهیم دید. ما ZH داریم که این ZH به این صورت تعریف میشه: H استار منهای H در یک فرایند دما ثابت تقسیم بر RT کریتیکال. این یعنی اینکه شما از این رابطه میتونید استفاده بکنید و بگید که خب H2 منهای H1 برابر است H2 استار منهای H1 استار منهای R T کریتیکال ZH2 منهای ZH1. این رابطه که من اینجا داشتم این رابطه است. این همین رابطه است. خب این همین رابطه است. مجموع این عبارت و این عبارت با هم شدن این، از اینجا تا اینجا. این که سر جای خودشه، این H2 منهای H2 استار و H1 منهای H1 استار منهای H1 میره داخل این عبارت. حالا نمودارش کجاست؟ نمودارش نشون بدم. رابطه ZH اینجاست. ببینید من اینجا محور PR رو دارم، محور TR رو دارم و اینجا هم ZH رو دارم. مشابه همون مثل حالت قبلی، اول در یک PR مشخص میاد تا TR مشخص و ZH رو میخونیم. خب همینطور برای S داریم. من برای S هم بنویسم روابطش رو.
پس ما یه ZH داریم که ازش استفاده میکنیم برای محاسبه H2 منهای H1. یه ZS داریم، اونم بنویسم. ZS برابر است S استار منهای S به روی R. S استار منهای S به روی R. خب بنابراین از این نتیجه میگیریم که S2 منهای S1 برابر خواهد بود با S استار 2 منهای S2 استار S2 استار منهای S1 استار منهای R ZS2 منهای ZS1. این رابطه به ما کمک میکنه که S2 منهای S1 رو بتونیم به کمک ZS به دست بیاریم. مثالش حل خواهم کرد، نگران نباشید. خب اگر بخوام U2 منهای U1 رو حساب بکنم، U2 منهای U1 برابر است. میتونم اینطوری بنویسم H2 منهای H1 به اضافه P2 V2 منهای P1 V1 و بعد به جای P2 V2 بر حسب ضریب و حسب معادل حالت بنویسم، بگم H2 منهای H1 به اضافه منهای R Z2 T2 منهای Z1 T1. این دیگه این Z رو با ZH و ZS اشتباه نگیرید، این ضریب تراکم پذیریه. همون جایی که میگفتیم PV برابر است با ZRT، اون Z است. در بالا ما Z اندیس S داریم و Z اندیس H که نباید با این Z تراکم پذیری اشتباه بشه. کلا 3 تا Z داریم، یکی Z ضریب تراکم پذیری، یکی ZH برای آنتالپی، یکی ZS برای انتروپی و هر سه هم از نمودارهای مشابه در انتهای کتابتون به دست خواهد آمد. یه مثال حل بکنیم. یه توربین داریم که گاز N2 داره میاد، نیتروژن با 100 بار و 300 کلوین
و از این طرف با 40 بار و 245 کلوین داره خارج میشه. میخوام ببینیم که کاری که تولید میکنه W دات به M دات چند و میخوام تغییرات انتروپی هم حساب بکنم. S out منهای S in چند. خب اول از قسمت اول شروع بکنم. W دات به M دات برابر است با H out H in ببخشید H in منهای H out. خب در ورودی من اول بیام H in منهای H out رو در حقیقت بیان بکنم به کمک تعاریفی که تا الان داشتیم. اجازه بدید ورودی رو بگیرم 1، خروجی رو بگیرم 2، یعنی عملا من H1 منهای H2 رو میخوام. خب میتونم بگم H1 منهای H2 برابر است با H1 استار 1 منهای H2 استار منهای RT کریتیکال در ZH1 منهای ZH2. خب اینها که از نموداره الان با هم حسابش میکنیم. خب اینها از جدول. ببینیم جدول کتابتون به چه صورت هست. اینجا من انگار رفتار جدول گاز ایدئال رفتار گاز نیتروژن رو میخوام عنوان یک گاز ایدئال. خب ببینید جدول A25 A24 اینا رفتارهای گاز ایدئال گازهای مختلف. این برای اکسیژن، این برای آب، برای بخار آب، برای هیدروژن، برای مونوکسید کربن، برای دی اکسید کربن، برای اکسیژن و برای نیتروژن. خب اینجا رفتار گاز ایدئال رو داریم برای نیتروژن. دقت بکنید چیزی که اینجا اومده واحدش کیلوژول بر کیلوموله. واحد چیه؟ کیلوژول بر کیلومول. بنابراین من اگه بخوام تبدیلش بکنم به کیلوژول بر کیلوگرم باید رابطه رو بر حسب کیلوژول بر مول بنویسم، بعد بر جرم مولی تقسیم بکنم. یعنی من اینطوری خواهم نوشت H1 منهای H2 برابر است 1 تقسیم بر جرم مولی H1 استار بار منهای H2 استار بار منهای R بار که همون R یونیورسال هم در حقیقت میشه در تی کریتیکال در ZH. این کریتیکالش بد نوشته شد. ZH1 منهای ZH2. خب این رابطه با رابطه بالا هیچ فرقی نداره، فقط اینها بر حسب مولیه. من بعد یک جرم مولی تقسیم میکنم تا بتونم به دست بیارم.
خب H1 رو به دست بیاریم از جدول. در ورودی دمای ما بوده 300 کلوین. ببینیم در جدول چنده. در جدول اینجا H در 300 کلوین برای نیتروژن داریم نگاه میکنیم. رفتار گاز ایدئال H بار که همون H استارمون هست در 300 8723 8723. H2 بار رو نگاه بکنیم برای 245 درجه مقدارش خواهد شد 71 20/5. جرم مولی هم که هست 28/13. این هم تو جدول انتهای کتابتون هست. خب بریم سراغ محاسبه ZH1 و ZH2. آرم که هست 8/314 چون آر بار در حقیقت همون آر یونیورساله. دقت بکنید اگر من این رابطه بالا رو میذاشتم اینجا ثابت گاز نیتروژنه، ثابت گاز N2، ثابت جهانی نیست. ولی چون دارم بر حسب مول دارم می‌نویسم، این رابطه پرانتز بر حسب موله، این آر یونیورساله، میشه 8/314. بریم برای محاسبه ZH1 و ZH2 پارامترهای R رو حساب بکنیم. در نقطه 1 TR برابر است با T به T کریتیکال. دمای ما هست 300 کلوین. دمای بحرانی نیتروژن مقدارش هست 126/2 که این رو از انتهای کتاب، از جدول انتهای کتاب برداشتیم، میشه 2/38. PR برابر است با P به P کریتیکال برابر خواهد بود با P کریتیکالش هست 3/39 مگاپاسکال. 3/39 مگاپاسکال. فشار ما 100 باره که میشه 10 مگاپاسکال. به دست میاد 2/95. خب حالا میرم توی نمودار. اینجا ZH رو بخوام به دست بیارم، اینجا میرم سراغ PR 2/95. مثلا اینجا تقریبا میشه 2/95. بعد میام روی PR 2/38 تقریبا رو 2/40 اینجا میفته. بعد از اینجا پس PR از اینجا اومدیم بالا تا 2/38. از اینجا میایم و ZH رو میخونیم که تقریبا نیم در میاد. ZH یکم میشه نیم. به طور مشابه برای 2 هم به دست بیاریم. در نقطه 2 TR میشه 245 تقسیم بر 126/2 و PR من، فشار خروجی من بوده 4 مگاپاسکال. 4 مگاپاسکال تقسیم بر 3/39 و از روی این میتونیم بریم ZH2 رو به دست بیاریم
که مقدارش به دست میاد تقریبا 31 صدم. حالا میتونم H1 منهای H2 رو به دست بیارم. H1 منهای H2 برابر است با 1 تقسیم بر جرم مولی 1 تقسیم بر 28 ممیز 0.13 در H1 استار منهای H2 استار 87.23 منهای 71 20 ممیز 5 منهای R 8 ممیز 314 کیلوجول بر کیلومول کلوین ضرب در تی کریتیکالش بود 126 ممیز 2 در ZH1 مین منهای ZH2 که 31 صدم هست. از اینجا میتونیم H1 منهای H2 رو به دست بیاریم که میشه 50 ممیز 1 کیلوجول بر کیلوگرم. خب حالا بریم S2 منهای S1 خواسته دیگه این مسئله رو به دست بیاریم. اینجا یه نکته داره، من نکتهش رو بگم، عددگذاریش رو به خودتون واگذار خواهم کرد. ببینید من وقتی میخوام S2 منهای S1 رو به دست بیارم گفتم که اینطوری می نویسم S2 استار منهای S1 استار منهای R در ZS2 منهای ZS1. خب حالا اگر بخوام بر جداول مقدار مولی باشه میتونم بگم 1 به روی M S2 استار بار منهای S1 استار بار منهای R بار یا هم R یونیورسال در ZS2 منهای ZS1. خب این ZS2 منهای ZS1 که اینا که مشکل نداره، اینا میرید میخونید، خب میرید از نمودار به دست میارید. نکته اینجاست ببینید S2 استار منهای S1 استار برابر است با، اینجا رو خوب دقت بکنید، این برابر است با S0 2 منهای S0 1 منهای R بار ln P2 به P1. این خیلی مهمه. ببینید این قسمت این رو از جدول میخونید، بقیه‌اش رو باید عددگذاری بکنید، مقایسه بکنید. ببینید من اینجا داشتم H1 استار منهای H2 استار که حالا در شکل مولیش شد H1 استار بار H2 استار بار. اینا رو از جدول خوندم. خب اما جدول شما اینجا عکس جدول رو دارم، ببینید S بار رو نداره، S بار صفر رو داره. S بار صفر در حقیقت انتگرال CP دی تی به تی. S بار صفر رو داره. شما S بار صفر رو نمیخواد، شما S بار خالی رو میخواد. پس باید اینطوری حساب بکنید. میگید که S بار اینو من درش خط بکشم. میگید S استار S2 استار بار منهای S1 استار بار برابر است با S2 صفر بار منهای S1 صفر بار که از جدول خونده میشه. اگر جدول بخونید برای حالت دوش ببینم دارم یا ندارم، میشه 185 ممیز 75 185
-77 برای S1 میشه 191 ممیز 682 و برای این قسمتش این که R هست 8 ممیز 314 و اینم میشه ln P2 به P1 40 بار بوده به 100 بار. پس این S2 استار من S1 استار رو اینجوری باید لحاظ بکنیم. خب M که فرقی نکرده همون 28 ممیز 013 اینها رو اگر از نمودار حساب بکنید که من دیگه دوباره نمیرم، نمودارها به دست میاد. ZS2 میشه ممیز 14 صدم، ZS1 میشه ممیز 21 صدم و در نهایت S2 منهای S1 در خواهد اومد ممیز 0.82 کیلوجول بر کیلوگرم کلوین.